هفته‌ای نشد که این روزنامه ولوله‌ای در تهران نیندازد. دولت‌ها مکرر از دست او به سطوح آمدند، اما با این سید جلنبر آسمانجل وارسته بی‌اعتنا به همه کس و همه چیز چه بکنند؟ به چه دردشان می‌خورد او را جلب کنند؟ مگر در زندان آرام می‌نشست؟ حافظه عجیبی داشت که هرچه می‌سرود بدون یادداشت از بر می‌خواند. در این صورت محتاج به کاغذ و قلم و مرکب و مداد هم نبود و سینه او خود لوح محفوظ بود. سید اشرف‌الدین در ظل شرقی مدرسه سرد در جلوی خان مسجد شاه حجره‌ای تنگ و تاریک داشت. اساسیه محقر و پاکیزه از فروش نسیم شمال تدارک کرده بود. زمستانها کرسی کوچک یک نفری پاکیزه‌ای می‌گذاشت. روی آن جاجیمی سبز و سرخ می‌کشید. در گوشه اتاق یک منقل فرنگی داشت و در کماژدان کوچکی برای خود و گاهی برای ما ناهار و شام می‌پخت. بیشتر روزها خوراک او تاس کباب یا آبگوشت تنگ آب بود که در آن لیمو عمانی بسیار می‌ریخت و با دست خود آنها را له می‌کرد و آب آن را در آبگوشت خود می‌فشرد و نان ترید می‌کرد و نان را می‌غلتاند و در میان انگشتان نرم می‌کرد و به دهان می‌گذاشت. بیخبر و بیمقدمه هم که می‌رفتیم آبگوشت یا تاس کباب به او حاضر بود. در شعر خود همه جا نام خوراکی‌ها را می‌برد و منظومه‌ای نسرود که کلمه فسنجان در آن نباشد، اما کجا فسنجان نصیب او می‌شد. من کودک 11 ساله‌ای بودم که اشعار او را به ذهن سپردم. در آن گیر و دار و گیراگیر اختلاف مشروطه‌خواهان و مستبدان به میدان آمد. اشعار معروفی در نکوهش زشتکاری‌های محمد علی شاه و امیر بهادر و اعوان انصار ایشان گفته بود که دهان به دهان میگشت. در این حوادث هیچکس موثرتر از او نبود. من هر وقت عکس و شرح حال سران مشروطه را این سوی و آن سوی میبینم و نامی از او نمیشنوم و اثری از وی نمیبینم، راستی در برابر این حق ناشناسی کسانی که از خوان نعمت بیدریغ و بهرها برده و مالها انباشته و به مقامها رسیده اند رنج میبرم. یقین داشته باشید که اجرا و در آزادی ایران کمتر از اجر ستارخان پهلوان بزرگ نبود. حتی این مرد شریف بزرگ در قزوین تفنگ برداشته و مجاهدان دسته محمد ولی خان تنکابنی سپهدار اعظم و سپهسالار اعظم جنگ کرده و در فتح تهران جانبازی کرده بود. در حیرتم که این مرد چرا مردم اینقدر حق نشناسند. ضربت‌هایی که طبع او و قلم او و بی‌پاکی و آزادمنشی و بی‌اعتنایی و سرسختی او به پیکر استبداد زد هیچکس نزد. با این همه کمترین ادعایی نداشت. شما که او را می‌دیدید هرگز تصور نمی‌کردید که در زیر این دستار محقر و در این جامعه متوسط جهانی از بزرگی و بزرگواری جای گرفته است. من و یحیی ریحان و سید ابوالقاسم ذره و سید عبدالحسین حسابی تنها معاشران او بودیم. در همان کنج مدرسه به دیدارش می رفتیم. خنده بیگناه او بیش از هر باد بهاری و نسیم نیمه شبان طبع ما را می شکفته می کرد. اشعار پرشور و پر از زندگی و پر از نشاط خود را که هنوز چاپ نکرده بود برای ما می خواند و هر مصرعی از آن خنده‌ای و تبسمی همراه بود. سماور حلبی پاکیزه خود را روشن می‌کرد. دم به دم برای ما و برای خودش چای می‌ریخت. قندی را که به دانه‌های کوچک شکسته بود از میان دستمال ابریشمی یزدی خانه بیرون می‌آورد و پیش ما می‌گذاشت. آزادگی و آزاداندیشی این مرد عجیب بود. همه چیز را می‌توانستی به او بگویی. اندک تعصبی در او نبود. لطایف بسیار به یاد داشت. قصه‌های شیرین می‌گفت. خزانه‌ای از لطف و رأفت بود. کینه هیچ کس را در دل نداشت. از هیچ کس بد نمی‌گفت، اما همه را مسخره می‌کرد و چه خوب می‌کرد. ای کاش باز هم مانند او پیدا می‌شدند که همین کار را با مردم این روزگار می‌کردند. جایی که مردم عبرت نمی‌گیرند، پند و اندرز نمی‌پذیرند، زشت و زیبا نمی‌شناسند، شهوت گوش و چشمشان را پر کرده، باید سید اشرف‌الدین بود و همه را استحضار می‌کرد.
این یگانه انتقام مردم فرزانه هوشیار از این گروه ابلهان بیلگام است. گاهی که در راه با او مصاحبت میکرد بی اغراق از 10 تن مردم رهگذر 1 تن سلام خازانه به او میکرد. معمولش این بود که در جواب میگفت سلام جانم.